عزیز هستیم. به دلیل قطعی فیلتر شکن این بخش خبری ممکن است با چند ساعت تأخیر به حضورتان برسد. مشروع اخبار. امروز زن اصغر جفن اعلام کرد فقط برای خرید نان از خانه بیرون میروم. آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که نانبرده با 2 کیسه خرید، 1 گلدان، 3 بسته تخفیفی و 1 نوشابه خانواده و 1 رژ سرخابی به منزل باز داشته است. اما نان در بین خریدها پیدا نشد. مرکز آمار اعلام کرد که جمله الان رسیدم برای 20مین سال متوالی پر استفاده ترین دروغ شایع کشور شناخته شد. تحقیقات نشان می‌دهد گوینده این جمله هنگام بیان آن هنوز در حال پوشیدن جوراب بوده است. امروز یک مشتری پس از 1 ساعت پرو لباس با جمله 1 دوری بزنم برمیگردم مغازه را ترک کرد. بعد این جمله اون رنگ دلخواه منو نداری مقام دوم را از آن خود کرده است. فروشنده نیز برای چندمین بار لباسها را جمع کرد و اموات مشتری را دعای خیر نمود. پژوهشگران موفق شدند موجودی را کشف کنند که هر روز میگوید از شنبه ورزش را شروع میکنم. این موجود برای 6مین سال پیاپی شنبه آینده را انتخاب کرده است. بر اساس گزارش‌های هواشناسی احتمال رسیدن رمز 1 بار مصرف آن هم دقیقاً 3 ثانیه قبل از منقضی شدن آن همچنان 99% اعلام شده است. علت این حادثه وجود ریزگردها در بین امواج گزارش شده است. و اما پیام درخواستی این هفته از شهروندان درخواست می شود هنگام گفتن جمله 1 سوال داشتم فقط 1 دقیقه وقتتون رو میگیرم واقعا همان 1 دقیقه را در نظر بگیرم و به مابقی وقت دیگران رحم و شفقت داشته باشد، چون طبق آخرین آمار میانگین این 1 دقیقه حدوداً 43 دقیقه بوده است. تا خبر 2021 بعدی توجه شما را به خبر داغی که همکنون به دست ما رسید جلب می کنم. بازدیدهای 10 روز اخیر پیج عمو مشتی در یوتیوب به بالای 1K صعود کرده و پیج اینستاگرامی عمو میانگین 250 بازدید برای خود ثبت کرده است. تا خبر 2021 بعدی خدا نگهدار.